سلام دوستان عزیز، کسا خوبین؟ خوش آمدین. چقدر سلامتتون خوبه؟ سلامت باشی، سلامت باشی. خوش آمدین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. تیم لایک و کامنت. سلامت باشی حجم، خوش آمدی. زنده باشین. چل دارین کار براتون خوبه؟ همین دوستای یوتیوب ما دیر رو میکنم. حال من حسین جان زنده باشی، زنده باشی. فقط برای من تغییر دادنی چی زندگی راهی آسانتر گفتن کارو را جست جا که انسی فراموش نکنی. اما کسا خوبه؟ این سلامتتون خوبه؟ اولاد خیر. سلام علیکم اولاد سوزی، سلامت خوبه؟ شما که خوبه؟ جای تو دایش که خونه است جای خیلت اگه شما دیم بچه اما کسا شما گفتی بلوگر ها که اومدین لایک تنانی فراموش نکنی. خب معلم سوزی نازی، الحمدلله خودت سوزی سلامتی خوبه؟ کار برکتون خوبه؟ در چی دمین، در چی خیالین؟ شیر نرش خیلی سوزی سلامتی خوبه؟ سازی اکر خوبی نشناختم راست دیگه ویدیو رو که همراه تماشا داشتم. زنده باشید. تنجی سلامتی خوبه؟ افیر در اومدم انا چخشخ که سلام کم ترک خوبی دیگه. زندگی خوبه. گفتم اگر بخوای سلامت نبود را افیر در چخشخ کنی. خودت برای او مگر هم افیر بدروی با فکر ما نکردم یگان مرتبه او من افیر کنم کی او برای افیر میکنی او برای افیر میکنی. خیلی هم نمیتونم که یکی بگم نه تو من مثلا یکی خشلوته برای هم خواهد گفتم همون شیده که برای ایشان میزنیم ایشالا خبرت میگیر مکنی زنده باشه. خب مایل اکی نسیم نو نویگری شیل غیرت کرده با مسکو را اومده گفتیم که بریم این نزدیکی یک صحبت کنیم قطعش دوستان چطور در اومدن تا سسته این موضوع چطور بزی باید چی بلا الحمدلله. السلام علیکم خوشید حسن علیکم و سلام و پیش شیر نقش آمدی. تشکر زنده باشی. که نسیم جان خیلی سازی در ویدیو دیدیم اومده گفتم که از زیارت کنیم با ایجار غیرت که اومده یکه
عشق آمد. خورشید حسن خوش آمده که در استوی زنده باشه. سلام و پیش خورشید حسن. تو اکی خورشید نفهمده گفتا نفهمیدم اکی. همون کسا سازین چه تا صحبتت سسته. صحبتت سست چه تا میگون همیجان نیستی برات. بابا کجان همیجان هم همیجان مکه همیجان سوزین سلامتیتون خوبه. هست یکون شخصی خیلی چون داره سیاست در کار بار میگرفتگی قبل فهمونم چی گفته بچه دیلمون ریش ریشید ای دسته دشتوری زیادی بود در کاره. باشه خیر نه زنده باشه که زنده باشه زنده باشه که همه کار داره چی بالا میراتان بتانی بگوی بابا کچی نمیتونم نمیران 991 684 98 94 991 684 98 94 الحمدلله. بچه سلام علیکم. علیکم السلام اکا جان سازی سلامتی خوبه کار برکه خوبه که شما دیگه
کاربرا چی خیلی در چی دمیده چی خیالین. سلام علیکم. سلام ایتالیا در درون ماشین tam گرفتیسین راه رفتیسین استراحت کیسین. خورشید نورت گبرد از میگم که از زنگ نزنی که بعد که مقصد میبخشیش از افیر چی میشه یکان 20 نیم ساعت تا 20 تا افیر کنیم انا 991 684 98 94 که از می نایسانم از در نگاه که می نایسانم شازی خب اینا نایسانم شکر اینجا خب 698 94 هم در واتساپ هسته نورت گبرد. خب یادت صحبت کنیم خطی برادر دوستو که دیر میداریم باشیم علی محمدی سعید علیف سلامت دوست چکر جان خوش آمدین خوش آمدین همه کس هستین. الحمدلله حالی دام گرفته استم کور میرم ماچه خاک هستم فلسطین باشه برات فقط زنگ زنده باشه گرم نیست منچه خربیدینوف مردم عادی خلقای شجاع دلیر جوانای شجاع و دلیر همه میخواه همه در خون اسرائیل تشنه لیکن او سردارای دولت و حکومت و گلابرا بگیم نمیدونم با کدام سبب که باشد نمیگذارن حتی خلق خودش عربستان نگاه کنه که دیگر دولت هایی که علاقه خونشون در جوش آمردگی دیگر طاقت کردن نمیتونن حتی کجا بود یکی از همون دولت های عربی دیگر دیروز بود هر روز بود میخواست که یک چند تا راکت های خودش از سر بده لیکن خیلی عربستان میگردونش خوزی یگان اگه مقصد از همون اخبارات هایی که میشنویم همراه گفتیستم مو یگان معلومات های دقیق انیق نیست هر چیزی که از همون میشنویم همراه نیست متاسفانه نباشه مردم مجاهد بسیار مخصوصا افغانستان نمیدونم خیلی دیگر جاهاشن مخصوصا افغانستان سوریه همیجا طلبگاری رفتنن در خونی دشمن بگیم که تشنه لیکن افیциально راهشون نمیتن نمیکشن گرنج سورا که براون خوبش برای کار نمیدانم یک همیجا یک گروه جمع شدیم بسیار میریم درست برادر مثل خودت هر که در دنیا خودش قریب که هسته شیرای جوان بگیم جوانایی که مقصد اسلام دوست میدارن دین اسلام دوست میدارن هستند به همه ماننده در همه ملت های مسلمان قریب هستند لیکن نمیگذارنشون متاسفانه بگیم یا که دیگر نمیدونم خدا کند که من حیران میشم همون سردارای مسلمانان گلاورای همون دولت های ابرقدرتی که دارن توانش دارن
همین راهشون نمیگیرن یا یاردم نمیکنن. من نمیدونم چه خیلی سیاست های چه خیلی پالیتیک های قریب 4-5 هزار کودک مرد و مقصد که همین از دور شیشه تماشا میکنن. متاسفانه دیگرها شخصا تیپ از اولین می نویسونن جمع آمد میکنن یگان چی دیگر غیر از او یک کارتینکا باشد در همین تیریتو گرد میگرده در درون چاه یک هست در چاه زاگه در بالا یک زینه بعد یک مردی دیگر تیپ دست دراز کیسه یاردم میکنه میدونه که دستش نمیرسد در اون مرد که در چاه زاگه اینه که زینه در پیش اون زینه را دراز نمیکنه که یاردم شود و مانندی هموای باشه. علیم دادار و پیش اکلی ساروخ شما دیگه جان زنده باشی زنده باشی اکا. همین خیلی هر ویدیویی که میبینه اگر آدم یک ذره رحم داشته باشه دیگه طاقت کردن نمیتواند. کودکایی که در زیر اون بیناهای بلند سنگ ریزه و در تای توپ و تفنگی که میمونن دل آدم ریش ریش میشه ولی چی علاج از دستمون هیچ کار نمیاد. لیکن از یک ملای افغان گوش کردم احمد فیروز با فکرم میگه اول ما درون خودمون را جهاد کنیم یعنی که سر کنیم اساسی که از دستمون هیچ کار نمیاد. حداقل خوشحالی و نمیدونم سرود و دیگر شکم سیکنی را بگذاریم. مقصد کمترک به حال آنها در یگان رکعت های نماز ما مقصد نماز بخونیم در حقشان دعا کنیم. راست گپ من خودم بعضا وقت متاسفانه خیلی جای پنهانش نیست. اگر شما پنهان کنم از خدا پنهان کرده نمیشود. خب نماز کنده میخوندیم لیکن برای همین مسئله سر کردیم نماز خوانی را به خاطر که هرچند شخصای بندای گناهگار هم باشیم در حق همون مردم یک چی شود یک رکعت نمازی که میخوانیم در حق هم دعا کنیم بهترین میشه ان شاءالله با امر خدا. نماز خوانی را بگیم سر کردیم به خاطری که در حق برادرها و خواهرها و مادرها و پدرها که در آنجا هم از جانب خودشان و از جانب همه مسلمان ها می جنگند مقصد که دعا کنیم خدا کند که اون دولت های ابرقدرت مسلمانی هم در دلشان رحم شود این دارایی های دنیا را مقصد صرف نظر کنند بتونن که کمک کنن یاردم خودشون برسونن. دیگر همین تصور کنین که در پای فرزند یک خور میزنه یا که دستش به یگان چی میبره یا میزنه دستش یگان چی میزنه چی خیلی میشه. تصور که در زیر همون سنگ پاره ها و در زیر همون بیناها و در زیر رکت و تو تانک و در زیر هوا تا حال زیاده از 4000 کودک آبشیش قریب 10,000 برآمدگی بیشترش کودک و زنها. لیکن نمیدونم او دولت های مسلمانی ابرقدرت ناموس غیرت چون کجاده همشون ای امریکا با همون سوم دهنشون پشوندگی دیگر نمیدونم. وقتی میگه پیغمبر وقتی برای مقصد چه بگم پهن کردن اسلام برای با مقابل دشمن می برآمدن میگه اگر یک ماه راه را مقصد که دشمن میشنید که ما مقصد در یک ماه راه مالی دوریم حتی ترس در دل دشمن جو میشید. میگه که از ما میترسید. حاضر مسلمان ها میترسه که خمون یگان آسیب نرسه طرف خودمون بمب بارون نکنن چی در کار میگن نبود ما امورا کشتن میگیرن نمیدونن که بعدی ها با دیگراش سر میشون. ولی ما در حدی همو میدونسته که ما میدونیم چی میدونیم که اگر هرچند چگونه چیز هم نباشد چی میگن
سیاست نگیم چی میگیم، اگر هر خیلی که نباشد نه که در اوج همون کودکوی بیگناه و مقصد که از جانب ظالمان بیرحمی دیده ایستن. چقدر سیاست باشد نباشد نمیدونم از جانبی چگونه سیاستی باشد. های صحبتو جوانای ما مسلمان حتی میگریزن. درباره او صحبت گیری دیگه توجه نمیکنه، ولی کود دلیری و شجاعتش اوست بسالی. روز یک گروپ داریم نام یک بچه گروپ همی مقصد که چی میکنه سودا میکنه، یک بچه را نامش هم خیلی حرف عربی خیلی نویسنده دیگه. بعد یا ترگیش بعد یک امر معروف را اون کردک در همون گروپ. بعد دیگریش میگه ای بچه ای تاریخ شده رو نه. مسلمان خیلی غیرت داره. استغفرالله. همه عینک سوندن موندن. تو استغفرالله استغفرالله. اگر چنایتی نیستم برادر جان، ما نفسم مقصد نفس از غیرت و ناموس بالا موندگی. هر یکی ما را بپرسن میگیم الحمدلله مسلمانیم، لیکن غیرت چیز دیگر نداریم. قدرتلی تویدین سلام علیکم. علیکم السلام اکه خوش آمدی. سلامت باشه اکه خوش آمدی تان. السلام علیکم سازی خوبه میشه شما خدا خودت سازی سلامتی خوبه کاربار خوبه چیال داری. کجا دانم به دیل ها دیلی ما که هر یک خنده ای ما در دارد. تشمت باید علیو تشمت باید خوش آمدی علیو. الو او خوش آمدی خوش آمدی. سلام قلامت. این یکم معلی سازی خوبی یکم چی تا نخوندم کامنتری هست. دیده باشین دادر سلامت باشین سلامت باشین. تشمت خیلی اومدی که ایفیر جزیر کنی یا که با فول نیتی نغزم حضرت عمر نزدیک قبول کردن دین اسلام ده اول میخواست که بیا حضرت محمد مقصد بکشد. وقتی که میاد مقصد آواز در خانه خواهرش از نش میبیند آواز قرآن هم میشنود. بعد کوشش میکند که بخواند ولی خواهرش نمیگذاره نگه که اول تنجیسی برای اول مقصد وضو بگی طهارت که بعد بیا اینا چیز مقدسه که تو مقدسه بقب. بعد هم خیل میکنند میرود. حضرت پیغمبر محمد صلی الله علیه و سلم پرسون میشود که مقصد در کجای. وقتی میروند نزدش در اونجا است و با دیگرش
мақсад ки мегӯянд ки пайғамбара ки ҳазрати мақсад Умар омада ки ӯ чоғ дини ислома қабул накарда буд. Баъд камтар мақсад шубҳаам кардам, гуфтанд ҳеҷ гап не, агар ба нияти хуб омада боша қабулш мекунем, агар ба нияти бад омада боша ҳамон корти худаш қатӣ ана мақсад ки аз байн мебаремш. Хуб Айзаҷон хуш омадӣ. Хуб ҳамин канали моро ягон реклама накард дудар. Ком буд ну ҳамҷа ягон тапа начи набугум шумо. Нумҷа нами акае ки нависонисай Сорбон Азизов ҳамбира бачаш кам ҳам чемпионатда иштирок мекунад. Бой мегзаронад, бой бесправи ай боксай намедонам хелио карочи. Ягон кас агар ҳавасманд боша марҳамат бидроен тамошо кунед. Ташмад бобай талабот ку муаллимҷон. Талабо ҳар ка айфаи дигар ча экзамени хичонанд. Медонем ку зиндагӣ як экзамене ку ҳар кас пай зиндагӣ мақсад дар пай экзамене. Худоро ки ами тошмат бобай куҷо гаринге. Қудратла амяр нате дигар нақл надори устоди муаллим. Дигар нақл надори устоди муаллим. Нақли чиро бугум охир? Ман инҷа нақл кунӣ набиромадам, фақат дӯстон суҳбат кунӣ биромадам. Яке ягон чи ба миён меорам, онро гуфтестам ки хеле даромади гап мегӯм. рости гап дар мавзӯи ҳамин Фаластин як видео аним кардам, бировардам. Хай тамошобинам нагирифт фақат ҳадди аққал не ки айком ҷонибидан нишон додем. Ака ягон чи дигар кор мекунем, яки ютуба серд мекунад. Ютуба ими шумо бори дӯстон қатъи мешинем суҳбат мекунем, ака куҷо серд мекунад. Ранги чор як касалиш дагия ки гоҳ-гоҳ дустура ёд мекунӣ. Додар бошӣ даҳма вақт ба пеш зинда бошӣ, ака зинда бошӣ. Охир ҳамон аккаунти ҳамон ки қатъи худаш қатъи бинависонад. Ҳамҷа бигӯм ки инами мақсад инамо аккаунти мақсад ҳамон додаракай. Чӣ гапе гуфтест одам фомӯш кардам. Алҳамдулиллоҳ. Чӣ гап гуфтест одам биромад. Хеле вақт ғайра гуфтем муаллимо. Салому алайкум тағассозӣ. Ҷумъари саро. Алайкум ассалом, хуш омадӣ. Шукрона, худо худтон созад, саломат бошед. Охир шайтонӣ бисёр мекунӣ. Шайтонӣ намекунам. Байни гап дар як чизи комментарий дигара хондум. Чӣ шайтонӣ кардам охир? Як комментарий дигара хондум, баъд хеле ёдам биромад. Хуш омад. Шинохтимона шумо. Агар ҳамин аккаунтет ба номи худат боша, қариб шинохтамат. Ба номат монандӣ дошта боша. Бо қатъи якли дигар мошинда видео мекунем. Бемаъни бо қатъи як дигар рафои мошинда видео мекунем бемаъни. Рост мегӯй бародар. Дӯстон оинаи якдигаранд. Ҳар ка гуноҳи худша айби худша намебинад. Як каси дигар мебинад, мегӯяд ислом мешавад шернар. ҳамун иштибоҳҳоро ашибкора гуфтам бигӣ, дафъаи дигар намешавад иншоаллоҳ. кӯшиш мекунем. мо вақте канала чанд сол, 2 сол 3 сол пеш буд ҳуй карда будем. Ба номи худ
جمع باشه خوش آمده. جمع باشه شناختمت. خب چه بدو قسمت خوبای در کامنتария چیزای بیزی ننویس آدرس نویس ای پشتی یکا انگلیسان اقدار زنده باشی این گریخته تا لیسان رفته گیره چرا میگنی این با چیزای گفتی سانو فرموش کم وقت دو نمیخواد خوش آمدی جان خیلی کار برو خوبه زندگی خوبه این چیزای گفتی سانو فرموش کم وقت دو بخشش دوام میگه پیام کس باشه اگر سورون دادر الله نگهبان باشه ایت نبروی ایت نبروی نفهمیدم اکا نفهمیدم ایت نبرویش چیه ایت نبروی گپتون نفهمیدم اکا خب دوستان من اینمی خیل چشمات کم شد قدرتی تماس کرد که باشه گرم میزنم قطعی شیطانی شد قدرتلا سر تا بسر این همون این قطعی کلوش که افزن نمیتونه دهنش نباشه گرگش میخورن خب ادریس تیوی خوش آمدی که بگی یک بزرگوارم که خوش آمدین دوستان عزیز امیدوارم که در این روزایی که برادر و خواهرای ما در زیر عذابن همتون دست به دعا برداشتگین خدا کند که هم خیر باشد شکرانه الله از شما بسیم شکرانه خدا گشتیم امروز دوستو را یاد کردیم گفتیم بداریم عادت صحبت کنیم چشمت و ای معلم نویستالش که چه من ندارم نگم که چیزی تر ندارم چی بنویسم ایشان سلام گفته سعی سلامت باشه زنده باشه سلامش برسان امونت ای دادش داریم بگو که بسیار ترش کنه خطا قربیرتان دادر و پیش هم وقت الله نگرد باشه اکر زنده باشه اکر جان سلامت باشه زنده و جاوید من هر کی نکنم جیس کذاقی باش ذکر خیر زنده کند نام رو سلام استاد حبیب سفر علیکم و سلام شما یکه شما دی لباس شاگرد ترایی کن قطعی خودت ملش کنم الحمدلله شاگردا انشالله با هم خدا که شاگردا را از سرگردان هم میکنم میخدم خطی هم میزن شاگردا را چون میکنم پیش روان کرده چون زحمت داده ادریس ایشان میگه دیلی ما در رفت کی اما نتیر هم میپرسه اما نتیر هم میپرسم چرا میپرسم سرشنی کمیتا خیلی روان کرد باید کده که بینی سرشنی که باید اوبای گم شب زیب اوبای دیدی سرشنی تنب رو ورده هر گب ننایسم مادم یگان کلوز بته مادم یگان کلوز من خودم همین جده ام دادر قطیش گب میزنم قطی که که کلوچی نوازیست که ادریس تیوی هازی کلوچ هم بتون نکی التماس یگان کسا او دالیت یگان چی نکن یگان وابشه تنه یگان چی نه خب بنابراین назначить модератор ба фикр ман бояд мушоҳидаи модератор стандартный дады муҷадилат ҳоҷатҳои стандарти модератора таҳвил кардани чорни список ислоҳи именият режим шичата во время трансляции стандартный может поверять и удалить сообщение хотят скрывать пользователи и времени ограничений стандартный суроган он каса хеле чорни порни ягон чизро ишнак ки мақсад ключи ҳамда боша
Ku naison ki برآمد نبرآمد. Ama odami mega qatid shogirdot. Ne akakta sargardonam ke sargardonam ke aka var sargardon pira نیست. شوخی میکنه. اینجا هر یک اکو هر یک شاگردا که هیچ میدونه چشمت فو باید مونده چه گشته. سروجان جوان کسی التماس udalid نکنی که مقصد خیلی سه کسی از خودش بود میشه. Eles amargavam nesse uma cor um cheio já destia eu da mesmo não igreja. Vale o vamos lá tocar de vez saco já me giro. شما بس که خیلی دامو که یک فایده شما برس که میبرن چطوری یا خیلی پروگرام تر نشون میدم. مالادیس خالدون خال چخل دیگه بچه باید لو کور برو چخله نقل که پو اگه پو بیمانی ده یکون چی دیگه نقل که خوش کمات یکون که کسی را نقل کن استاد همه جای کسی چرا نقل کنم یکون اومد گفت یکون چی باشه میگم حالی که خطی امروز اکای نسیم خطی نه و نویگری خطی توریکسون اومد امروز زنگ زدم گفتم یکون جا بریم تا خیلی مهمانداری کنیم گفت که نیسته نامده یکون سوال داشته باشین سوالاتون در کامنتر یکون نویسین ما پگه یکیشید اگر با کلا بگیره یکون برنامه کنیم سوال بودیم سوالای چوت کم بشناسین نسیم البته نه و نویگری نام کانالش این از سابشنی کامera با خیلی روی کدام سابشنی که از میبینم یک گوشت تو رو چرا میگوخی زنگ بزنه در بین افیر قصه کمی در بین افیر زنگ بزنه نه زنگ نزنه التماس که از افیر چی میشه و خیلی میشه خودش چی قطعه چنون دوره خیلی وای فای قطعه خودش ما اینجا صحبت کسی من در گروه پاشته نیستم دیسه قصه کمی در بین افیر زنگ یک گوشت تو رو توشماتوف ترگ اپور آنها نیستون ترگ اپور رو دالید میکنم جایش که نمیبینه غیر ایکی ما نبینیمش جا یا میبیننش گوش قطعی و باید خال پا کی ترگنه ما تر خال گفتیستیم اگرنه یا اونگا پد میگفتیم گوش قطعی و باید خال پا یک هنسی تانه او روز در پاپا ندیدن گل در دستش گل در دستش هنسی فوی من گل میگردوننده یکون پرازنیک داشتن صبح نزد دادر زنده باشی همین کانال ما یاد نبره الان یادم میشه کدام شوخی نام را گفتم به همون بنویسن ما بگم که همینجا یا اون کسی باشه چیش میکنم خیلی مدیراتور میمونه یا که اون کس طلبکار باشه میدره گل در دستش اون سینفوی من گل ناز میبیننده خب بخه کمی سه زنگی سه خی از ریزیه دادی نمی بردارم افیرم گمشه زنده باشه گل در دستش نورینی خوشبخت سلام علیکم خوش اومدی اکا علیکم و سلام علیکم و سلام خوش اومده نومتوی محمد صلاحی و سلام
عذر زیاد که من باش کنم چسبی تلفونه چسبی چیم کوبینه بچه ها چسبی دارم یکی هسته پارو معلم نمی یا آش کنیم ادریس او ندیچ خیلی آمدی معلم نمی یا آش کنیم پار آمد دای حوصه رو رحمت اکا خودت سازی نردی اکا کوبینه نمیجا چی ایفیر چسبی داره یکی خیلی شده چسبی نردی چسبی دایی گمشقتی معلم حالیمت هنوز همین سگا دارن او او خب معلم نمی‌آید آش کنیم پار آمده سراب کجا در چایخانه چی می‌داره مدینه نداشت در آنجا چسبی استراحتی خودت خود چسبیدگیه یا که رفته سه نوردین دم میکنیم چشمت خالش که نوردین خوشوقت آفیس دم میکنیم آفیس ده تمام که در کار یگانشون در کار خوردن در کار یگان شواردن در کار گپ زکه همینجا انشالله حوضی رشته باش کنم که دیرش دگه یا نه سوسی ده خیلی سوسی ده باشه بهترین من همی سعید از ارانی گفته بودم که در نهاج معیفی نکنم زنگ نزنی بو 3 بار پیغام زنگ رسه یگان با یگان با چیزی نه تشمت با چیزی نه ایسونده که نفهمیدیم گفته نمیدونم کی تشمت فوبت به هر حال سعید ازبکو قطعی سعید تکجو سعید السلام علیکم صداکی خوبکی علیکم السلام علیکم السلام خوش آمدین الحمدلله شما صدای سلامت خوبه در مدینه سعید در مدینه راجع کرش همجا خب در مدینه او را ای پیشی میره میگمود بعد تلفن وظیفه نمیفهمه او را اگه ای پیش نمیفهمه او بگه میشوه همونجا میسته ما بر وقت شما دیم سلامت باشین سلامت خوشحال باشین اکای سعید میگو معلم همراه افتیستم که
در همون گروپ گفتم که زنگ نزنین، یکی که من افیر میکنم 3 بار پای هم زنگ رسیده. اکای سعید یا ویدیو پارتاگی ما اکای سعید 60,000 پراسموتر گرفت، پاپولار نشته گه. تو ساعت دادن تا ساعت 12 سوی نشه هم بیاره خرال میکنم ایسته چی نوگریه چی خیلی همه کسا زنگ بزنیم. کی باشه بو گپ نیست زنگ زدن، پرابلم نیست تلفن برداشتن. اوزی خیلی دوستا یاد تصوبات کنیم یکم برای اما اگر زنگ زدن یکم جای مشکلیش نداره. زنگ بزنی افیر پروست همه امبراین زنگ بزنی میچسبه بعد خیلی اما خیلی که هیل درم آگه با میبرم میرم برای اما بعد افیر صحبت میکنیم شو. نایگاری وانی گفتیم که همی درد دیل همی در افیر قطعی دوستو برای جایی خولی کنیم همی مسئله چه خطی ویدیو را میبینیم زیغ میشیم. گفتم که شما نامتری زیغ میشین یا که نه شما میبینین اما ویدیو را نمیبینین. الحمدلله. سلامتیات سازای خوبه چی نمیگریم موضوع امروزا در برای چیه گفتم که اکا موضوع امروزا گفتیم که اینمی ویدیوی شهیدای فلسطین دیدیم کم ترک دیرمون نه بگیم که توب نیاورد. گفتیم دوستو قطعی در جایی اپ سجدت کنیم کم ترک کم باشه خولی کنیم. یکی اون کس رنگ مواری انا مقصد که چی بگم درد دیلش هم گفتن نمیتونه یکی در یجاگی میگه مخی. خب سلام علیکم سازی خوبی معلم فرجب و علیکم و سلام خوش آمدی. الحمدلله ساز شکرانه خدا شما سازین سلامتتون خوبه. این همین مسئله خطی در آمدیم انا بعد دیگر موضوع خطی دوستا خطی صحبت کردیسیم. موضوع داغ روز موضوعی که همه دنیا را تکان آوردگی یک شعری روسی را گوش کردم ترجمه‌اش هم بگم خشک اذیت کنم نمیدونم اگر بدون من گفتن نمیتونمش باشه کنش نه غمگین میشه. خب درست گوش کردم میگه که شاید شما هم گوش کرده باشین شنیده باشین با غزه میگه که مقصد ما مسلمانای آوازمون بلنده ریشمون بلنده نه که در اصل به همه دیما نشه که ما عیدسمون هیچ کار نمیاد یگانجا اگر باشه الحمدلله مسلمان میگی فخر میکنی برای همون شعری همون با روسی بده مقصد شناخت خوش رو ایمان در وجود باشه کنش غمگین میشه حاضرش تانیم اگر هم خیلی دوام کرده میگیره خدا میدونه دیگر ایمان میمونه نمیمونه در وجود مردم مسلمان چون که همه داده نفس شدگی همه دنیا را دوست میداره. رجب و فرهاد باشه اگر شهرینر دوستی عزیز همسین فیگرامی اگر همو باشی شناختمت اگر او نباشی دیگه نشناختم نمیدونم. خب خوش آمدی همسین جان زنده باشی چال داری در جای کار و برکات خوبان.
خب دوستان همین موضوع قطعی گفتیم بداریم که در یک جایی درد دل خالی کنیم که حدیثمون هیچ کار نمیاد. کمتر پیش ما دوستا گفتم که خدا بخشد مقصد نماز را کنده و پراکنده گاه میخوندیم گاه نمیخوندیم. بخدا قسم به خاطر همیشه نمازخوانی را سر کردیم که یک کف دعا از جانب یک برادرای مسلمانشون آیا در وقتی که مراجعت میکنه به مردم عرب و افغان و ایران میگن در این میان مردم آسیا مینا را عموما بگیم که مسلمان حساب نمیکنن. نشیندم گفته باشد هم مردم جبرنده که مقصد هی عرب کجا داین هی مردم مسلمان کجا داین افغان و ایران گفته داد میزنن. در همینجا میشه رحمت ساز خوب خدا در اینجا خدا همینجا شکرانه خدا الحمدلله شکر با نعمت هایی که خداوند داده گشته استیم تنی صحت رزق فراز ولی متاسفانه دستمان هیچ کار نمیاد که در حق برادرای اسلامی حتی اگر یگان افیتسلنی یگان چیز بگذارن که مردم کمک کنه اقلا یگان خوراکشون دا لباسشون دا بیچاره دا نمیتونه همه جانی محکم کردگیان حتی اسرائیلی چه بگم خونخوارا حتی نمیگذارن که برای موقتا جنگ معن کنن که کمکی مردم بر برده برسونن. خب مشاره زنده باشی دوستم سلامت باش فرهاد جان زنده باشی در جایی در کجا میگردی کارباراش خیلی شکرانه خداوند تنی صحت من داده است. فرزندکای سالم وقتی کودکک را میبینی اگر آدم مقصد مسلمان باشد اگر مسلمان حقیقی باشد دیگر فکر میکنم که خوشحال بودن نمیتونه چون که فرزند یک کسی که در تای دیوار میموند سنگ میموند تو بود تفنگ میموند دیگر همه خیر. الحمدلله ما سازیم لیکن این ساز بودن ما باعث خوشحالی ما نباید شود چون که برادرای ما زیر شکنجه هستند. میشه رحمت ساز زنده باشی دوستم سلامت باش سلامت باش. الحمدلله بزرگان میگه حتی خانه دشمن الهی خانه دشمن نسوزد که در بر آن ما هم خانه دارم لیکن این دشمنای ما حتی دوستای ما در عذاب و در سوخت عذاب میکشند سوختیسن حتی در آتش علای راکتای هوا سوختیسن. خوش اومدین دوستا خوش اومدین. اون کسی گپا را تصدیق نمیکنه خیلی گپا هم میگریزه. خیلی میشه خداوند ایمانمون مستحکم کند. در یک زمینی
زندگی موقتی که داریم در یک زمین خداوندیم، بر زمین همه گناه ها و بر زمین همه دشمنی ها و غلیظی ها و کثافتیامون خداوند بزرگ میبخشمون، با نگاهمون میکنه، با تمام صحت با رزقمون میته. یعنی هم اگزم میگیره هم با یاردم میکنه. خوش کنم حمد برفتینش کجا شدین؟ ما ولی خودتون گرفته باشه قطعا خیر خش کنم. خب دوستان عزیز، نباشه قطعا خیر خش میکنم. چقدر خیال داری؟ شکرش کنم خدا گشتی موجوده مایده کرد خوبان دیگه. قطعا مایده خیر خش کنیم و انشالله که صحبت میکنیم. خدای مددگارتون. انا در حق برادرها و خواهرها و دخترها و بچه‌های اسلامی که مجاهدن جهاد کردن جان به حق سپردن دعا باشیم. من نه گپ سر کردم خیلی جان در تلفن چخچه میکنیم. بازی خیر خش کنیم. همتون با خدا. تلفن هم میکشم.